خب من امروز میخوام که اتریوم رو تحلیل کنم که تا کجا ممکنه که پایین بیاد یا تا کجا ممکنه بالا بره قیمتش. چند تا نمودار رو آوردم، یکی مووینگ اوریج رو آوردم از کوینکس، مووینگ اوریج بلند مدت، مووینگ اوریج کوتاه مدت که نمودار آبی رنگ هست، حجم معاملات و اندیکاتور RSI که بتونم باش واگرایی ها رو تشخیص بدم. من اگر بخوام دره ها رو به هم وصل کنم، دره هایی که فعلا شکل داده اتریوم در حالت صعودی قرار گرفته و به این شکل داره یه الگویی رو برای ما ایجاد میکنه و قله ها رو اگه بخوام وصل کنم با یه کمی فقط خطم رو کم رنگ تر میکنم و میام قله ها رو به هم وصل میکنم. قله هایی که ایجاد کرده به این صورت هست، یعنی تقریبا میشه گفت یک الگوی مستطیل داره ایجاد میشه و درون مستطیل که ما میدونیم معامله نباید بکنیم، دو تا میانگین متحرک همدیگر رو قطع کردن، میانگین متحرک آبی رنگ قطع کرده میانگین متحرک سبز رنگ یا بلند مدت رو از پایین به سمت بالا، یعنی سیگنال خرید الان صادر شده. منتها من بحث دیگه ای دارم به نام واگرایی ها. واگرایی هایی که دارم توی این نقطه هست که با یه خط خیلی کم رنگ من میام نشونش میدم. یه خط خیلی کم رنگ مثلا با این رنگ و کم رنگ تر. ببینید این قله ای که برای من ایجاد شده RSI من رو یه قله ای براش ایجاد کرده توی این نقطه و قله بعدی که ایجاد شده RSI منو قله‌شو به این شکل ایجاد کرده. قله های RSI چون با قله های ایجاد شده همگراست، من میتونم بگم که روند من روند صعودی هست فعلا و نقطه خرید 3100 برای اتریوم نقطه خوبی الان. منتها اگه خیلی بخوام مطمئن عمل کنم صبر میکنم تا الگوی مستطیل شکسته بشه به سمت بالا، ولی اگر ریسکم یک کمی بالاتر هست توی این نقطه هم میتونم با ریسک بالاتر خرید کنم. این تحلیل اتریوم هست که توی کانال قرار دادم. من تحلیل های دیگه هم حتما اضافه میکنم، مثل تحلیل بیت کوین، تحلیل طلا و ارز و حتما توی کانال اینستاگرام و کانال یوتیوب به شما اعلام میکنم. موفق باشید.